کتلتو نشون. ببین نگاه کنی میگه کف دست من شبیه چیز میمونه کباب محتابه میمونه. آقا نگاه کنی. نه آقا جمعش کن. ببین این کباب دیگه هست میذاری. خب همه کباب دیگه تو دستشون درست میکنن میذارن. نه مال این خیلی غالبه اونه. تورج از اول بگو من چه شکلیم. به نام خدا. به نام خدا هستم. اول کردی بده بیرون. سویله چی میگی؟ سویله چی میگه؟ مست خورده عرق کرده. خب چه شکلی من؟ فوق العاده آدم جیغ جیغو. خب چند شخصیت. فوق العاده گدا. کتلت. کتلت. بعد عرضم حضورتون که خب یعنی خلاصه آدم قدر نشناسی در حقیقت آدم جیغ. دلت هم بخواد. گدا. چیو دارم بخواد؟ خب بگو. همینجوری. دختر پایه. دختر پایه دختر خوبیه در مجموع و من راضی هستم از این. مبارکه به سلامتی. چی مبارکی؟ داداش عاقد مقصد کنم. خودم میام. تو با من چجوریم؟ تو آدم فوق‌العاده جیغ بود. تکراریه تو. من قد نشناسم خیلی شوری. ما دست به یکی کردیم تو ماشین گفتیم. بعد ستایی شدیم الان. مامانی بچه ننه. من بچه ننه؟ بچه ننه دیگه. کجا بچه ننه است؟ کجا بچه ننه؟ یه گفت نظر بده نگفت که میری مسافرت جیغ میزنی نمیدونی کی نشسته کی نشسته. با پسرای الکی قاطی میشی. یعنی اصلا چه دلیلی داشت؟ کی گفته اصلا شما اینو بردارید؟ کی گفته شما اون تایا؟ اصلا کی گفته؟ نگاه شما مثلا که خیلی زایه بود پاشیدی با اینا رفتی ته دیدی چه دود برگشتم فهمیدم. آره 2017. فرزینه اصلا کپ کرده بود. فردی گفت آقای خروسی تموم. خروسی با چند نفر؟ آقا صبحانه بگی هنوز نصفش مونده. چهار نفر. من بچه ننه بعد توی جمع وقتی میشینه ما داره میگیره داره میگه حالا خوبی ها رو نمی. شما دوتا یعنی بوت جمعی، خوشگل. یعنی جمعی. اول که تو فرودگاه دیدمش گفتم وای چه خانومی. خدا وکیلی بزرگ میگم شده. خیلی بزرگ شده. ولی بعد 4 روز دیدم نه خودشون ول ما با هم کردیم. روسی کردیم ناسلامتی. ولی الان من میخوام با نیوشا خانم صحبت خاصی داشته باشم. خب حالا اینجا رو بگی به این تیکه‌ای که میبینید میگن 3 نفره. 3 نفره. 3 نفر. اینم بده دیگه. وایسی من درست بشینم. نه اونو خب بده اون بگیره دیگه. نه خیلی من دارم میگم. خوبی هم من نگفتی. الان میگم. آقا گوش. بگو هم خوبی ها رو بگو هم بدی ها دختر هم تعارف خوشگلی که هستی نداریم. خوشبیستی هستی خوب اینجوری بگیم. خوش استایلی هستی. کباب دیگه هستی. عشق فیسبوکی. مادر فیسبوکو به ازاش نشوندی سرورش دیگه قاطی کرده. به دادی به خاک دادی. نه دیگه ببین دست تو خودمون نشون. تو فیسبوک بخواد پخشه. بگی. ما از بلدیم از خودم تعریف. بعد ولی تورج آدم خیلی با معرفت کاملا معرفت مرام میذاره پای رفاقت. معرفت. تو پانم معرفت داره و چیش نه کمه. مریض تورج. چیش کمه. چیش کمه؟ یعنی چیش یه کمه؟ تشکر خوش خالی از این. ما تشکر میکنیم. ببین علامت اینم نشون داده نخواست جلو میگم. شما هم نخواست بفهمید. اینو نشون داد. ولی نه بچهای با معرفتی هستن خوبن فقط اینکه خیلی برنامه رو دوست دارم محدود کنن 3 نفره. اصلا ما خوراک سه این نفره. 3 نفره. واسه عشق جمعیت نیستیم. من خیلی آدم اجتماعی دوست دارم روابط عمومی داشته باشم به همه بگم هلو هاواری. این آدما آخرش دیگه اصلا ختم بخیر نمیشن. شما زیاد این تکرار نکنید. آدم میتونن تو جمع حالا نمیدونم الان داری پشت پیشوا بیا. فیلم فوش میدی فوش پیشوا نمیدی بیا. دیگه به هر حال خوش باشی. خب معرفت بیا این برا ببین نوبت منه. دلمون تنگ آقا این بی نوبت اومد. فیسبوک پی ام بهمون بده. امیدوارم که حالا همتون خوب باشه. ما کلی از تو تعریف کردیم خواهی ترسنه به سرمون هستیم. ساکت. جای شما خیلی خالیه. رودینا خانم نشون بده چیشو گوشش کنار من این ستایی. این ستایی با این جواب نداره. این ستایی با تو خیلی جواب میده. این بابا معرفت به نداره. نتیجه نرسیدم. با تو به نتیجه میرسه. فاینالی تا تهش. فاینالی. و حالتون خوب باشه. به همه سلام یه برسونید. جور دوربین تلویزیون دایی هم که داره فردا میاد. الان میخوام بریم فرودگاه. میخوام بریم فرودگاه. منم ببرین. برنامه خدافظی با 2 تا میشه. برمیگردیم خونه همون ساک به دست چیزی که مونده یه خاطر است. اینا رو بعد آویزه گوشت کنیم. حالا بغلمون به این خیلی دوست دارم. کیوانو یا رودینا رو؟ جفتتون رو. ببین، از الان دارم میگم یه کادو میخوام به نیوشا بدم. این یادش نمیاد. گدا به من بده خب. همیشه نیوشا میخوام بدم. این همیشه یادت میمونه. اونی که
اینو ازش بپرس چه کادری داره. عکس بندازه بهت نشون بده. چیه؟ حالا دیگه بمونه. یه عکس 2 نفریه. بچه‌ها دو دینا سویلا. سویلا جات خالیه. بیا یه سر ایران. بی‌وفا شدی. ترای کنیم با آره ترای کنی. try again. سویلا افتاد تو خط. نه خیلی سویلا بیرون خط دقیقاً. به من پدرک. نچسبون. به من نچسبون. پدرک. حالا این جدی دلم برتنگ شده. امیدوارم موفق باشی. زندگی خوبی داشته منو داری باشی. میگیری یا اینو؟ کنار خانواده محترمه. بیبی الیزا دقیقاً. بیبی الیزا راستی. از طرف من یه رومینا چی؟ یه مچ از خوشگله. طرف ما خارتینا رو ما بوس کن. خواهرتینا چیه رومینا؟ من یه رومینا. بوسو بفرست. بوسو بفرست مثلا رومینا و اشکان بود دیگه. از من و تورج بگی یه چیز من ولی الیزا رو هدف من بوسه. باشه، یه تموم شد. والا ازش میگه حالا ببین با این چشم شما هر جا باشی خوش باشی ولی من و تورج همیشه با همین همیشه یادتون هست. ببین پپسی کولا ما با همین امکانات بعدم تو هرشیم حالا هم نمیخواد کوکاکولا برسیم قرار اسپانسر منو صبحان بشه. بیا صحبت کنار. داریم کانادا چه تیکوی زشتی. آقا اینو آقا مهدی سمیرا خانوم چیکارش کنیم الان مثلا؟ هیچی یه چیزی بگی لبخند بزنی. لبخند تو بگی شکن. رفتنی ژکون بزنم. علامت موفقیت رو بده. موفقی. گشتمونا به من غذا بدیم چی غذا مزه داره جیگر؟ اینجا نه اینجا مریض. نه بابا داره فیلم میگیره. پیتزا داره. پپرونی میخوام. کتلت بس اگه میخواین سلام علیکم. خوب هستین؟ یاد قدیم میرفتیم بیرون آقا دعوا الیزا رو ببوس. نه این دعوا کرده باش. الیزا، تو از خونه پرتش کردی اینا رو میگم. زایت کردم. بذار اینا رو کات نکنی یه بار. هیچ وقت همچی کاری نکردم. الکی چرت نگو. کدورت برو بابا. آقا همیشه آدمایی که همسنن توی خانواده با هم دعواشون میشه بعد همدیگه هم با هم کی آشنا. گفت شما هم سن؟ اینا بچگی با هم بزرگ شدن بزرگتر از اونی. کی شاید میگه؟ مامانمون یه سال. تورج میشم یادم تا کجا میرفتی بستنی ما بزرگ ادتون میدن میگم نیم شد. تو که نبودی. رو دیدم اول ما بیا بریم جایی بازم بودیم. بیا میرفتیم. بیا بازارچه بازم بریم اون توالته خانم قاسمی ها قیچی یه بار دیگه بگو خانم قاسمی ها قیچی کنه بیاد بیرون. خانم قاسمی رو دشتی بچم بیرون فریجش کن. یه بستنی و نوشبه اینا گرفتیم. اشکان تابستون بیاد اشکان. آقا مورد اصلی. یامان بیشه واه،